سلام، وقت شما بخیر. اینجا پژوهشکده حقوق شهر دانشه و شما به سادگی با عضو شدن در کتابخانه آنلاین شهر دانش میتونید به منابع خارجی انگلیسی و فرانسوی مراجعه بکنید و به آنچه که میخواهید دسترسی پیدا بکنید. این مجله‌ای که میخوام خدمتتون معرفی بکنم از 1988 داره چاپ میشه در حوزه میان رشته‌ای، در حوزه کار و استخدامی، چه حقوق و تکالیف و چه مسئولیت‌ها. Employee Responsibilities and Rights ژورنال هست که در این حوزه میان رشته‌ای شما میتونید به آنچه که می‌خواهید در وجدان کاری، اخلاق حرفه‌ای، روابط سازمانی، رفتار سازمانی، حقوق و تکالیف استخدام کننده، استخدام شونده و مسئولیت‌ها دسترسی پیدا بکنید. PDF مقالات اونجا هست از 2000 تا 2023 و حدود 260 تا مقاله هست که میتونید ازش استفاده کنید.